در واقع ما در درون زمین مستقر باشیم شرایط فرق میکنه. اول یه نکته رو بهتون بگم دوستای گل من توی تجربه هایی که خودم پرواز روح داشتم تقریبا به قطعیت رسیدم که ما هم در یکی از لایه های درونی زمین مستقر هستیم عزیزای دل من. یعنی این که ما به درون زمینی ها میگوییم آگارتا، در واقع خودمون هم جزو دسته ای از آگارتا ها هستیم که طبق اون چیزی که من تجربه کردم ما در درون لایه سوم زمین هستیم و در عمیق‌ترین لایه، و وقتی که بتونیم از طریق مرکز زمین به قطب جنوب جغرافیایی که در رو به سمت کنار هست بتونیم خارج بشیم در واقع از عمق زمین، میتونیم دسترسی داشته باشیم به جهانهای کناری و جهانهایی که به صورت هورزینتال در کنار ما قرار گرفتن که جهانهای فرازمینی های دیگر هست طبق نقشه زمین راستین که خدمتتون داده بودم و براتون توضیح داده بودم. نکته‌ای که وجود داره در مورد قطب جنوب این هستش که قطب جنوب نقطه آغاز سوشیال های دیگر، جوامع هوشمند دیگر هست و تو خود قطب جنوب هم تک و توک موجوداتی زندگی میکنن که با مایی که انسان موسیپین هستیم تفاوت دارن.